بهرشان رنگ ای مسلمان کجا رفت شوکت و عزتت در فنا گر صحابه بودن در اینجا نام ذلت به باد هوا رفت بیش از این تا بکی در جهالت تا بکی خواب و در این حقارت بیش از این تا بکی در جهالت تا بکی خواب و در این حقارت زنده کن دین بر حق احمد آن رسولی که گرید برآید آن رسولی که گرید برآید زنده کن دین بر حق احمد آن رسولی که گرید برآید بانگ تکبیر و زد اقتدار منت اقتدار منت جام شمس و شرف افتخار منت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته إرغاما لمن رفض وشتم وابتدع. اللهم إنا نجعلك في نحور هؤلاء الشتامين المبتدعين. اللهم شتت شملهم مزق جمعهم أزل دولهم واجعلهم أحاديث ومزقهم شر تمزيق وأرنا فيهم أجائب قدرتك. اللهم اجعلنا من المتبعين لأصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام. اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استرنا بسترك الجميل. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم آنچه را برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار خودم اولا و ثانیاً شما بینندگان ارجمند مفید است خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند و خدا را شاکریم که به من شما توفیق داده که در این لحظات در این اوقات هر جای دیگری میتونستیم باشیم، خدای نکرده در هر معصیتی میتونستیم باشیم، لیکن خداوند به من شما توفیق داده، مرحمت کرده، لطف کرده که در محضر کتابش باشیم، بهترین سخن باشیم. بهترین سخن همچنان که رسول اکرم علیه
می‌فرمایند سخن خداوند است و بهترین راهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امنواله هنوز رو آیه دوم هستیم و جلسه پنجم روی آیه شریفه دوم از سوره مبارکه رعد. تلاوتش را بشنویم طبق معمول و بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اگر این آیه شریفه به درستی فهمیده میشد، نه تشیعی وجود می داشت، نه بهاییتی، نه قادیانیتی، نه تصوفی، نه عرفانی، نه مسیح پرستی، نه یهود پرستی، بلکه همه می شدن موحد مثل همه پیغمبران، مثل همه رهروان راستینشون. ولذا روی این آیه نیاز داره که همچون که 5 جلسه توقف کردیم جلسات متعدد دیگری هم باشیم. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. خداوند میگه شایسته عبادت من خداوند. این هم دلیلمه که آسمان ها رو بدون ستون برافراشتم. بعد از اون به عرش پرداختم، مستولی بر عرش شدم و خورشید و مهتاب بر شما مسخر کردم. کل یجری لاجل مسمى. هر کدوم از اینها تا اجل معینی در جریان است، جریان دارد. یدبر الامر. خداوند است که تدبیر امر می کند، نه بهاءالله، نه محمد علی باب، نه سفارت روسیه که اینها رو درست کرد و انگلیس، نه امام زمان و امام کوران و کران که از ابن سبع تا خمینی همشون بازیچه های رقص کننده کلیسا و کنیست و آتشکده هستند، بلکه این آیات رو نفهمیدند و نخواستند بفهمند، بلکه دنیایشون در این نیست. دنیایشون در خمسه، در صیغه، در متعه، اینطوری فکر میکنند. یدبر الامر. خداوند تدبیر امر میکنه، یعنی صاحب امر خداونده، نه بچه قنداقی که هرگز از مادر متولد نشده و در حالت بچگی پنهانش کردن به زعم خودشون. اینا همه دجالگری هاست. یدبر الامر. صاحب امر خداونده، تدبیر کننده امر خداونده. یفصل الآیات. این چنین آیات رو بر شما به تفصیل ذکر میکنه. باز هم کورید و کرید. ای فرقه ها، ای فرقه ضاله، ای خمینی ها، ای خامنه‌ای ها، ای سیستانی ها، ای شریعت مداری ها، ای مدعیان تشیع، ای مدعیان تصوف، ای مسیح پرستان، ای عزیر پرستان. به همه بشر این حرف میزنه. این کتاب هدک بیان للناس. این کتاب بیانی است برای مردم، نه بر عرب آنچنان که شجاع الدین شفا و بقیه کاسلیزان لایک ادعا میکنند. یفصل الآیات. آیه هایش را به تفصیل ذکر کرده، چه در این هستی، چه در این قرآن ناطق قرآن باشه، چه در این قرآن صامت که هستی باشه، کائنات باشه. همه اینها برای چی؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون. تا باشد که به لقاء پروردگارتون مطمئن باشید، یقین داشته باشید. و دیشب در این موضوع توقف کردم که آسمان ها و زمین
از همون ابتدا مسخر شدند، اختیار نکردند، آزادی رو انتخاب نکردند. آسمان ها، زمین، کوه ها از حمل امانت سر باز زدند. وقتی خداوند بهشون عرضه کرد، همچنان که به انسان عرضه کرد، این امانتی است بر دوش شما. اونا گفتن ما مطیعیم بدون آزادی نمیخوایم. همشون تسخیر شدن و مسخر شدن و به اراده خداوند پذیرفتند بدون هیچ اختیاری. ولذا کوه ها به این عظمت، آسمان به این عظمت، زمین، هر چی که در ماحولمون میبینیم و میشناسیم، هیچ کدومشون آزادی انتخاب ندارن. وقتی که آزادی انتخاب ندارن، هوا و هوس هم ندارن و مثل همه انواع و اجناسی که در این هستی هست بجز انسان. ولذا از هیچ کدوم از اینها نه شنیده اید، نه دیده اید، نه خوانده اید که فسادی سر بزنه. بلکه همه مسخرات در این کائنات هیچ فسادی ازشون سر نمیزنه، بلکه به اراده خدا حرکت میکنه. هر جور که بخواد حرکتشو میده. به انسان به خاطر اینکه حمل امانات کرده، به خاطر اینکه عقل داره، فکر داره، گزینش میکنه و با این عقل و فکرشه که از ملائکه میتونه بالاتر باشه، از حیوانات میتونه پستر باشه. این امانات رو به دوش کشید و فسادی رو که در جهان میبینیم نتیجه هوا و هوس و نتیجه این آزادی است، نتیجه این گزینشه. راه حل چیه؟ اگر انسان در تعاملش با این کائنات، در تعامل روزمرهش، در زندگیش، در خانوادهش، در هر جایی که هست، آنچان که این کائنات مسخرند به دستور خداوند عمل میکرد، در این کائنات فسادی وجود نمی آمد، همه چی مستقیم میشد. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواید امورتون مستقیم باشه، در اون چیزی که در اون حاشیه اختیاری که دارید، من شما ده ها صدها چیز هست که اختیار نداریم. زندگی خودمون زندگی رو انتخاب کردیم، مرگ خودمون انتخاب میکنیم، مریضی رو خودمون انتخاب میکنیم. نه، در محدوده اختیار خودمون، در محدوده اختیارتون اگه میخوای امورتون مستقیم باشه، پیام خدا رو گوش کنید، تابع پیام خدا باشید. راه اصلاح خودتون و جامعه و خانواده و جامعه و هستی و کائنات همش در اینه، در جایی که شما در اختیارتون هست. الا تطغوا فی المیزان و اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. در میزان، در ترازو طغیان نکنید. به جای رسالت امامت نیارید، به جای خداپرستی عیسی پرستی نیارید، به جای اعتدال بزرگ پرستی نیارید، غلو نکنید. و اقیموا الوزن بالقسط، وزن با عدالت رعایت کنید. ولا تخسروا المیزان، میزان رو کم و کاست نکنید. ببینید که خداوند در دین خودش از شما چه میخواد. اگر پیام خدا را عمل کردید، امورتون مستقیم میشه. همچنان که همه این کائناتی که مسخره، اراده از خودش نداره، امورش مستقیمه. ولذا خلل از کجا میاد؟ فساد از کجا میاد؟ از اون جایی که ما بشر به اعمالی که اختیار داریم، اراده داریم، چیزی رو انتخاب میکنیم که مخالف شرع خداست، مخالف دین خداست. تا جایی که لایکا، بیدین ها، دین ستیز ها شرع و استهزا بکنن، اون برای که به کل دین اعتقادی نداره، به کل خدا و رسول و قیامت چه بسیار بسیارشون اعتقاد ندارن. اما مشکل در بددینانه یا در دینداران. ولذا وقتی که ما هر عملی رو که انجام میدیم، چه در خانه، چه در جامعه، چه در روابط شخصی، چه در روابط کشوری، چه در روابط دولتی، چه در روابط نظامی، چه در روابط بین المللی، اگه این جمله رو
در نظر بگیریم، الا تطغوا فی المیزان، در میزان طغیان نکنید. همه اعمالمون طبق دستور خداوند مستقیم میشه، ولذا همچنان از اعمال خود خوشنود میشیم، از نتایج اعمال خودمون. همچنان که وقتی میبینیم خورشید منظمه چقدر خوشحالیم، ماه منظمه، همه این کائنات منظمه، با دقت، با حساب و کتابه. پس دوباره عرض میکنم، فساد از کجا میاد؟ از اختیار، از آزادی بدون دستورات خداوند، از آزادی انتخابی که دستور اون کسی را که این آزادی رو به من شما داده، این آزادی رو در من شما خلق کرده رعایت نکنیم. ورزه اگه میخوای آزاد باشی، اگه میخوای واقعا آزاد باشی، این مهمه، دستور اون شخصی را که به من شما آزادی داده انتخاب کنیم. بنده خاص خدا باش و میندیش ز کس، فکن لله عبدا فعبد الله حر. ولذا صالحان این امت، نیکان این امت، اراده خودشون را طبق اراده خدا کردن. یا ابن آدم کن لی فیما ترید ساکون لک فی، یا ابن آدم کن لی فیما ارید ساکون لک فیما ترید. ای بنی آدم آنچنان باش که من ازت میخوام، اگر چنین شدید منم آنچنان با تو خواهم بود که تو میخواهید. فإن لم تکن لی فیما ارید، اگر تابع اراده من نباشید، اتعبتک فیما ترید، با آنچه که دنبالش هستی تو را به زحمت میندازم. ولا یکون الا ما ارید، و در نهایت جز آنچه که من خدا میخوام نخواهد شد. او کما قال علیه السلام. ورزا نیکان این امت، صالحان این امت، وقتی که ارادهشون را طبق اراده خداوند بر مبنای شرع انجام دادن، بر مبنای کتاب و سنت، نه بر مبنای هارت پورت، نه بر مبنای تصوف، تشیع، عرفان آدم خور و اغرب خور و نمیدونم لاب خور و سینه زن و زنجیر زن و قبر پرست و ما الی ذالک. چون خودشون را از اختیار خودشون گذاشتن، خودشون را درست مثل بقیه مسخرات تابع دستور خدا کردن، وقتی چنین شدن چه خیراتی خداوند از دستشون رویاند برای خودشون و برای جامعه. ورزا این گونه افراد در قرآن بهشون عباد گفته میشه، عبید گفته نمیشه. فرق بین عباد و بین عبید. هر مملوکی از خداوند عبیده، هر آنچه که خداوند خلق کرده عبیده، بنده، مسخره. چه ایمان نسبت جن و انس، چه ایمان بیاره چه کفر بورزه، چه مطیع باشه چه نافرمان باشه. اما عباد کیند؟ بندگان برگزیده کیند؟ اونهایند که مراد خودشون را بر طبق اختیار خودشون تابع مراد خدا، تابع دین خدا کردن. مراد خدا شرعشه، مراد خدا کتابشه، سنتشه. همینی که فرق ضاله از جمله مدعیان تشیع با هیچ دینی اینقدر بازی نکردند که با کتاب و سنت بازی کردند. در مقابل کتاب دادن به بچه هپروتی که با خودش برده 2/3 1/3 هم قابل فهم نیست، با سنت که در مقابلش 12 سنت دیگه تراشیده اند. آیا یهود و نصارا تونستند با اسلام این چنین بازی کنند یا بقیه ادیان؟ ولذا قرآن راجع به عباد و عبید این تفاوت قائله. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان خاص خدا، عباد، کسانی هستند که بر زمین با آرامش و اعتدال راه میرند، نه با تکبر. این شامل همه چی میشه، نه فقط در راه متکبر نیستن. یعنی به قدرت رسیدن من نمیگن مثل خمینی، مثل خامنه‌ای جوخ اعدام به پا نمیدارن، مثل خامنه‌ای و خمینی و بشار و بقیه
دولت های ملعون امثالشون، بلکه اعتدال خودشون رو حفظ میکنن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی جاهلان مخاطبشون قرار میدن به سلامت، به آرامش از کنارشون رد میشن. مرگ بر امریکا نمیگند و مسلمان میکشند، مرگ بر اسرائیل نمیگند و بیشتر از امریکا و اسرائیل مسلمان میکشند. اینا نیرنگ است، فریب است، اینا جنگای زرگری است، اینا دروغ است. و مدعیان تشیع از خمینی تا کلینی از روزی که ایجاد شدند، از ابن سبع ملعون و مختار ملعون تا خامنه‌ای و خمینی ملعون، این روششون هست، این راهشون هست، این تز سیاسیشون هست، این عقیدهشون هست. اما صالحان، نیکان، موحدان اختیار خودشون را بر طبق آنچه که خداوند خواسته است در شرع خودش موافق میکنند. قصد او سوی فراق و قصد او سوی فراق و قصد من سوی وصال، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام او. اريد وصاله و یرید هجری فاترک ما اريد لما یرید. اگر این انسان نسبت به انسان باشه، نسبت به خداوند چطور؟ خداوند چون این ایمانی و بهتر از این ایمان نصیب من شما بفرماید، از گناهان ما و شما درگذرد. ولذا خداوند نسبت به فرشتگان، خداوند سبحانه و تعالی میفرماد که عباد مکرمون، نمیفرماد عبید مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون. بندگان خاص مکرمی هستند. عباد بندگان خاصند. لا یسبقونه بالقول، از خدا در سخن گفتن پیشی نمیگیرند و به امرش دستور میدن. یعنی که ادب یاد بگیرید، از بزرگتر خودتون، از بالادستیتون حرفش رو قطع نکنید، پیشتر نرید و هکذا. و هم به امره یعملون، و به امر خدا عمل میکنند. خب اینجا یه مسئله بسیار مهم پیش میاد. اگر انسان، بنده، عبد ملتزم به دستور خدا باشه، در حالت اختیار خودش اون چرا که خداوند دستور داده، در حالت اختیار خودش اون انتخاب میکنه، نه که مساوی فرشتگان میشه، بلکه از فرشتگان بالاتر میره. چطور؟ بلکه فرشتگان مسخرند، مجبورند، در صورتی که انسان اختیار داره. با اختیاری که داره، با هوا و هوسی که داره، با شهوتی که داره، با نیازی که داره، میاد دستور خدا رو برمیگزینه. ولذا چنین کسانی از فرشتگان بالاتر میشن. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. و ماه و خورشید رو مسخر کرد. خورشید مسخر من شماست. اگه مسخر نمی بود در یک لحظه همه مون پودر می شدیم، می سوختمون. اگه مسخر نمی بود هلاکمون می کرد. لیکن خداوند مسخرش کرده. کی مسخرش کرده؟ خداوند. و به هزار دلیل خداوند میفرد من مسخرش کردم. اما امام تراشان دجال و بقیه بزرگپرستان به درجات متفاوت میگن نه آقا، این آسمان، این زمین، اینا همش اختیارشون دست ائمه، دست غوث، دست قطب. یکی زمین رو رعایت میکنه، یکی بیابانها رو، یکی دریاها رو، چون مجلسی مشرک ملعون میگه، بارها براتون نقل کردم. و هکذا بقیه عرفا و صوفیه همین چرت پرتا رو تکرار میکنن. همه اختیارات این هستی رو دادن بزرگان خودشون. این چه بازیه؟ خداوند میگه اینا همه من خلق کردم دادم به شما، برای چی؟ به خاطر جمالتون، به خاطر کمالتون، برای چی؟ یعنی اختیار این هستی رو بده دست یه بچه قیرتی که اصلا متولد نشده. چرا آخه؟ به نام امام زمان چرا؟ یا به دست این شیخ و این پیر و پاتال بوده که چی یعنی؟ اینو بیا مسئله‌ای که بسیار واضح و روشن و عقلانی است، بیا اینو به
یک شیعه خرافی، یک صوفی خرافی، یک بزرگ پرست خرافی، در هر لباسی که میخواد باشه، بیا اینو بفهمون. ارز خرافات مثل خوره به جان اسلام افتاده از روزی که آدم برش وحی شده تا امروز. و سخر الشمس والقمر و کل یجری لاجل مسمى. این کلون همشون، این در بنا به یک تفسیر، بنا به یک برداشت، نه فقط شامل ماه و خورشید میشه بلکه بیشتر از اون شامل میشه. یعنی همه کواکب، همه سیاراتی که در گردشند، اینا برای مدت معینی هستند. ولذا اینجا اهل علم تفسیرات متفاوتی که این اختلافات تنوع، اختلافات تضاد نیست، از این آیه برداشت کردن. بعضی ها گفتن که هر سیاره‌ای، هر کوکبی یه مدار مشخصی داره، ازش تعدی نمیکنه و به وقتی که هیچ کم و زیاد نمیشه این مدار رو روش میچرخه. بعضی ها گفتن هر کوکبی، هر ستاره‌ای، هر سیاره‌ای وقت معینی داره، اجل معینی داره، اجلش بیاد وظیفش تمام میشه. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت، یعنی وقتی این کوکب ها، این سیاره ها تمام میشن، وظیفش تمام میشه، یه عمری دارن. و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. خورشید به مجرای خودش، به مدار خودش، به مدار مستقر خودش در حرکت. این تقدیر خداوند عزیز و علیمه. خداوند عزیز و علیم تقدیر میکنه که خمینی و خامنه‌ای و بقیه کذابان و دجالان ولایت تراش بیان ولایت تکوینی به ائمه‌ای بدن که خودشون هم که ادعایی نکردن، خودشون اهل سنت و جماعت بودن، یا به عیسی بدن که خودش مسلمان بوده، یا به عزیری بدن که خودش مسلمان بوده. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. برای خورشید منزلگاه ها، جایگاه های مشخصی قرار دادیم، برای مهتاب ببخشید که مثل یک خوشه انگور دوباره جای قدیمش باز میگرده. لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نه خورشید از ماه پیشی میگیره، نه ماه از خورشید پیشی میگیره، هر کدوم مدار خودشونن. نه شب بر روز، نه روز بر شب. و کلهم فی فلک یسبحون. هر کدوم در فلک خودش، در مدار خودش شنا میکنه، میچرخه. حتی بعضی از اهل علم از این آیه استنباط میکنند که نظام اتم در این آیه وجود داره. و کلون یعنی هر ذره‌ای، هر اتمی خداوند عزوجل خلقش کرده که در برگرد هسته خودش میچرخه. و کلون فی فلک یسبحون. ورزا خداوند در این آیه میفرماد که و سخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى. شما وقتی که تنوین رو کلون میبینید یعنی چی؟ یعنی هر کدام از این که گذشت، ماه، مهتاب، خب جریان به اجل مسمى، به مدت معین، مقتضاش اینه که ما معنی جریان رو بدونیم، معنی گردش رو بدونیم. و این عبارت از تقلیل زمان نسبت به مسافت. شما میخواید به مکان معینی برسید، گاهی شما میتونید آرام برید، وقتی آرام میرید به مدت 1 ساعت مثلا میرسید. وقتی با بدو میرید ممکن در نصف ساعت برسید. لیکن این جریان رو کی قابل ملاحظه براش؟ اونی که داره میبینده، مراقبته. خب آیا هیچ کدام از من شما جریان خورشید رو میبینی؟ نه، بلکه در جریانش در به اصطلاح در ذات خودشه.
این نوع جریان آرام میگن، یعنی به عین مجرد دیده نمیشه. یه چیزی وجود داره به نام به اصطلاح انتقال پریشی. یه انتقال پریشی داریم، یه انتقال آرام انسیابی داریم. شما وقتی عقارب ساعت رو نگاه میکنید، میبینید که ثانیه شمار مثلا از دقیقه شمار سریعتره، با وجود که هر دوشون حرکت میکنن. حرکت ثانیه شمار رو میبینید. چرا؟ چون میپره، پرش داره. اما حرکت دقیقه شمار رو نمیبینید، بخصوص با ساعتهای قدیم. با ساعتهای جدید میشه دیدش، ولی خب پرشی نیست، انسیابیه. بلکه مطابق با چرخش آرام چرخ دنده ها در داخل ساعت حرکت میکنه و هر جزئیتی، هر پاره ای از حرکت دنده های عقربه ساعت نسبت به ثانیه، نسبت به دقیقه، نسبت به ساعت متأثره. ولذا یکیشون حرکتش انسیابیه، آرامه، یکیش حرکتش پرشیه. ثانیه شما رو میبینیم، دقیقه شما رو نمیبینیم. نسبت به عقرب خود ساعت، خب میبینیم که عقرب ساعت هم حرکت میکنه، لیکن آرامشش خیلی خیلی بیشتره. یعنی چی؟ یعنی هر پاره از زمان، چه ثانیه باشه، چه دقیقه باشه، چه ساعت باشه، درش جزئی از حرکت وجود داره. و اینو حتی نسبت به نمو انسان هم، نسبت به نمو انسان، حیوان، نباتات، این هم قابل ملاحظه. میبینید نباتات نمو میکنند، لیکن این نموشون برای من شما دیدنی نیست، قابل ملاحظه است، لیکن نمیبینیمش که چطوری در هر دقیقه، در هر ساعت چطوری نمو میکنه. و بلکه قابل ملاحظه نیست. و این حرکتش در طول روز مثلا یه جزئی باشه که قابل ملاحظه نیست. و اینو اگه بخوایم بیشتر توضیح بدیم، سایه رو نگاه کنیم. شما سایه رو در وقت طلوع خورشید به راحتی میبینید، لیکن در وقتی خورشید هرچی بلندتر بشه، حرکت سایه یواشتر میشه. ولذا خداوند در سوره فرقان آیه 45 میفرماید: الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا. آیا نمیبینید که خداوند چطوری سایه رو کشانده، امتداد بهش داده؟ اگه میخواست اونو ساکن قرار میداد. یعنی چی؟ یعنی سایه متحرکه، غیر ثابته، و هر پاره ای از زمان در حرکت خورشید هم تأثیر میذاره و سایه از حرکت خورشید هم تأثیر میذاره. ولذا بین حرکت پریشی و حرکت آرام و انسیابی تفاوت باید قائل بشیم. ولذا بشر وقتی که در علم پیشرفت کرد، میگن که از حرکت مثلا آرام به حرکت پریشی اگه بخوام برسیم، باید حرکت انسیابی رو سریعتر کنیم، حرکت آرامو. بگذاریم از این موضوع. و سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى. اجل چیه؟ اجل مدت محدودی که بر هر چیزی گذاشته شده. یعنی کی گذاشته؟ خداوند، خالق. نه امام، نه بزرگ، به دلیلی که نه خودشون میمیرن همشون. و اگه مقصود به زمان باشه، اندر اجل محدود به زمانه. اگر مقصود اون مسافت باشه، محدود به مکانه. اینجا مقصود از اجل، اجل نهایی وجود خورشید و مهتابه.
اذا الشمس كورت و اذا النجوم کدرت، وقتی خورشید و ستاره از بین میرن. یا اینکه معنی دوم مقصود از اجل تعبیر از عملکرد روزانه شه. من شما میدونیم که خورشید مطالع متعددی داره، علی رغمی که از مشرق طلوع میکنه، لیکن در مشرق مطالع متعددی داره، از تابستان تا زمستان همش در حرکت در مشرق، اقصا شمال اقصا یمین، ولذا مشارق و مغارب داریم، مطالع مختلفه. و به دلیل که مثلا قدمای مصری ها وقتی که معابدشون درست میکردن یه تاقچه هایی میذاشتن، یه در معابدشون در بناهاشون خورشید هر روز از یکی از این تاقچه طلوع میکرد، نور میتابید داخل معبد یا داخل خونه. هر روز یه منزلتی داشت، یه موقعیتی داشت، نسبت روز قبل فرق میکرد. این قطع میکرد دوباره باز میگشت و همه اینو تا اجل مسمى، یعنی در ظرف اون 24 ساعت انجام میداد. من و شما الان اون منازل رو برج مینامیم، برج حمل، برج جدی، ثور، اسد، سنبله، قوس، حوت و هکذا. من و شما این ابراج رو مثلا امروزه برای شناخت درجه حرارت استفاده میکنیم، بر سردی، بر گرمی، بر باران، بر شناخت این احوال جوی، بلکه هر برجی زمانی داره و به دقت میتونیم از روی ابراج هواشناسی رو درجه هوا رو بشناسیم. لیکن بعضی از تصرفات خود انسان مفسد حیوان مفسد، حیوان دو پای مفسد، حتی در این اعمال بسیار دقیق این کائنات تاثیر میذاره. اصلا وقتی که در بیابون ها درخت ها رو میسوزونن، خب وقتی درخت ها سوخته میشه اکسیژن از بین میره، اکسیژنی که هم بشر بهش نیاز داره، هم حیوانات برای تنفسشون نیاز دارن. و غلاف جوی میخواد توازن ایجاد بکنه. چیکار میکنه؟ مقداری از هوا رو از منطقه دیگر به طرف خودش میکشه. اینجا توازن هوا از بین میره، برای چند روز هوا خراب میشه. از وسیله دیگری که بشر هوا رو خراب میکنه، این کائنات که کونی که من شما هستیم خرابش میکنه، آزمایش‌های هسته‌ایه که بعضی از دولت‌های بزرگ که نیروی هسته‌ای دارن انجام میدن. کارشون چیه؟ نیروی هسته‌ای هوا رو تخلیه میکنه. وقتی هوا تخلیه میشه با گرفتن اکسیژن، هوا استقرار خودش از دست میده، منضبط نمیشه. ولذا برج هایی که وسیله شناخت دیگرگونی هواست اینو فاسد میکنه. به هر حال و یدبر الامر، تدبیر این امور این کائنات دست خداونده، جز آن جایی که به بشر اختیارات محدودی داره. هر مسلمانی میدونه که تدبیر امر دست کیه، هر مؤمنی میدونه، هر موحدی میدونه. خداوند سبحانه و تعالی کیست که بادها رو به حرکت در میاره؟ کیست که دریا رو قدرت تبخیر بهش میده که ابرها رو تشکیل بده، بعد این ابرها رو میکشن به هر شهری که میخواد، به زمینی که مرده تا زندهش کنه، زمین رو بعد از مرگش زنده کنه با باران. خداوند سبحانه و تعالی. خداوند میگه منم. امام پرست میگه نه امامه. شیخ پرست و پیر پرست میگه نه با قدرت پیره. سیفی و غیر بقیه زندیق‌ها میگن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی در جنگ بدر با قدرت من، با ولایت من اونجا رو فتح کرد. از این مشرکان مشرکتر، ولذا گردن واحدان رو میزنن برای ماهیتشون رو روشن میکنن، گردن متوکل ها رو میزنن برای ماهیت این زندیق ها رو روشن میکنن.
به جای چاقو، به جای ترور، به جای کشتن، چه در لباس تصوف، چه در لباس عرفان، چه در لباس تشیع که همه اینها بلای جان اسلام است و جای توحید است، بیایید در تلویزیون ها با هم حرف بزنید. چرا پنهانید؟ و تدبیر امر از آن خداونده. کسی که نباتات و گیاهان میرویونه، مشرکان امام تراش و غالیان همهشون میگن بزرگانشون، پیغمبر پرستان میگن پیغمبرانشون. یعنی این ولایت تکوینی و قیمومیت خداوند و تدبیر خداوندی رو یکی میده به امام، یکی میده به بزرگ، یکی میده به پیر، یکی میده به پاتال. از این شرکا بالاتر، از این گمراهی ها بالاتر. آقا چرا بزرگان اهانت میکنید؟ شما به دین اهانت کردید، بزرگان اهانت میکنید. شما به خود بزرگان اهانت کردید، به کل توحید اهانت کردید با این تفسیراتتون، به کل قرآن اهانت کردید، لیکن به نام توحید، به نام قرآن، به نام عرفان، به نام تصوف، به نام تشیع. چرا؟ برای اینایی که بزرگشون کردید، خدایشون کردید، نمایندهشون میشی، دمار از ملت مردم در بیارید و این چنین ابزار شیطان شدید، این چنین ابزار ابلیس شدید. اما خداوند چی میفرماید؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ آیا این کشتزارها رو شما میکارید یا ما؟ اگه کاشتن فقط همون بذر افشانیه، تازه قدرت شما رو کی به شما داده؟ اراده شما رو کی به شما داده؟ جسم شما رو کی به شما داده؟ عقل شما رو کی به شما داده؟ خودش خوش میشه میافته؟ محصولاتو که میاره؟ این دانه ها رو که رشد میده؟ این گیاه از زیر زمین که سرشو بلند میکنه با این آرامش سرسبز میشه؟ این میوه های متعدد و با یک آب با یک خاک غذا میخورن، لیکن طعمهاشون مختلفه. آیا جز خداوند کسی دیگه هست؟ این گندم رو کی خلق کرده؟ هوا رو کی خلق کرده؟ آب رو کی خلق کرده؟ خداوند سبحانه و تعالی. اگه بگی امام، اگه بگی این و آن، بوی اسلام رو نفهمیدید، از اسلام بوی نبردید. خدای نکرده یدبر الامر یفصل الآیات. خب تا اینجا توقف میکنم برای که سرتون رو بیشتر درد نیارم. انشاءالله که اینو بقیه رو در جلسه ششم ادامه خواهیم داد اگه خدا عمری بده. بریم کلیپاتون. آقا بفرمایید اینجا کجاست ما رو آوردید؟ اینجا بفرمایید. دینی که بر عفت اومده، دینی که بر پاکدامنی اومده. ببینید که امام تراشان این دین با عفت و پاکدامنی رو به چه ناپاکی و پلیدی مبدل کردن به نام اهل بیت. مگر عیسی پرستان به نام عیسی غیر از این کرده اند؟ با این حال صیغه و مته در میانشون نیست. اگرچه دستگاه کاتولیک بیش از 200 میلیون دلار خرج دادگاه هایی کرده که کاردینال ها چطوری با بچه بازی کردن، بچه با کودک ها. نعوذ بالله. ما میگیم شلتر که پناهگاهی برای زنان خیابانی حالت اقامتی داره
از جایی است که خلاصه نظام عقل به خرج داده و اینها رو یه پناه میده و یک ساماندهی داره انجام میده. یعنی یه جاییه که زنان خیابانی همه میان چیکار میکنن اونجا زندگی میکنن. از دیروز این مشکل برام پیش میاد، نمیدونم چرا. آیا علتش اینه که هک شدم مثلا؟ من احتمال میدم که هک شده، لپتاپ هک شده، احتمال، چون دیروزم این مشکل رو داشتم. تا کلیپ میذارم قطع میشه. آقا بفرمایید اینجا کجاست ما رو آوردید؟ اینجا بهش ما میگیم شلتر که پناهگاهی است، برای زنان خیابانی و حالت اقامتی داره. از جایی است که خلاصه نظام عقل به خرج داده و اینها رو یه پناه میده و یک ساماندهی داره. نظام عقل به خرج میده، این عقل وسایل ازدواج فراهم کنه، مشکل اساسی رو حل کنه، دروغ نگه، ظلم نکنه، چپاول نکنه، میلیاردها دلار سرمایه ملت رو ندزده، 300-400 هزار آخوند زالو صفت به جان مردم نیفته، به جان دین نیفته. لیکن لایکا متاسفانه این راه حل ها رو بلد نیستن. اونا فکر میکنند که فقط نظام عوض بشه مشکل حل میشه. نظام زمان شاه بود، مشکل حل شد. سیغ خونه جا شهر نو میگیره، مشکل حل شد. بله. باز این قطع شد. دوستانی که نظر فنی واردند، علت این موضوع چیه؟ آیا این دلیل هک شدن لپتاپمه یا چیه؟ یه قاب عکس، این قاب عکس رو میبینید؟ حضرت مولانا عبدالعزیز با مهمانانی که داره، این پایین شرح میده که اینا کیند. یک قاب عکس: دگرپذیری و سعی صدر، عدم فردگرایی و توجه به نخبگان و تحصیل کردگان و معتمدین،
از ویژگی های شخصیتی مولوی عبدالعزیز ملازاده بود که در کنار مهمانپذیری برای همگان چنان مهمانپذیر بود که من کمتر یادم میاد در 6 سالی که من زاهدان بودم یه روز ما تنها غذا خورده باشیم. خیلی نادر، خیلی نادر. هر کسی از بلوچستان می آمد اونجا. بله. حتی اینم از واتساپ تو یا احتمال داره از واتساپ باشه، نمیدونم، برای که اینم قطع شد. یعنی یا از واتساپه یا از این مشکل یا از هک شدن. هر چند لحظه قطع میشه. خب اینو من میتونم از اینجا بخونم، مشکلی نیست. بله، قاب عکسو که اتفاقا بهتر شد قاب عکسو بذارم و اگه قطعش نکنن دوباره. دیگرپذیری و سعی صدر عدم فردگرایی و توجه به نخبگان، نه اصلا نمیذاره، این اشکال نداره. و توجه به نخبگان و تحصیل کردگان و معتمدین از ویژگی های شخصیتی مولوی عبدالعزیز ملازاده بود که در کنار مهمانپذیری برای همگان و خانواده برای همگان و خانه امید فقرا و تهیدستان سبب شده بود. سبب شده بود گروه ها و نهله های فکری در کنار ایشان حضور داشته باشند. در خاطرات دکتر ملک و کتاب 100 خاطره از مولوی عبدالعزیز ملازاده آمده. دکتر ملک مرحومی که الان اینجا فوت کرد، کدوم دکتر ملک؟ دکتر ملکی که در لندن فوت کرد اخیراً؟ مقصودتون اینه؟ چون من از کتاب خاطراتی از ایشون سراغ ندارم. یعنی اومده است در سفرهای مولوی عبدالعزیز ملازاده به تهران در اوایل، من احتمال میدم چون این خاطرات از دکتر ملک باشه، به این خاطر که من یادم اون موقع در اول انقلاب هم دکتر ملک هم آقای حسین بور هر دو در تهران بودند و از جوانان تحصیل کرده بلوچستان بودند. یکیشون رئیس حزب رستاخیز بود، آقای دکتر حسین بور، آقای حسین بور، ایشون دکتر نیست، و آقای دکتر ملک هم فکر کنم مدتی معاون وزارت بهداشت بود و خودش هم داروخانه داشت. در سفرهای مولوی عبدالعزیز و میرفتیم خونهایشون، میرفتیم میومدیم. یعنی به تهران در اول پیروزی انقلاب اسلامی و دیدار با امام خمینی و مسئولان عالی رتبه انقلاب، طیف‌های مختلف فکری اعم از شیعه و سنی و بلوچ و سیستانی و فارس معتمد و تحصیل کرده ایشان را همراهی میکردند. در این قاب عکس شخصیت‌های مختلفی از تحصیل کردگان، روحانیون، معتمدین و نخبگان دیده میشوند. از راست به چپ دکتر صادق وزیری، دکتر حیرت سجادی، حاجی عصای قنبرزهی، مولوی عبدالعزیز ملازاده، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی و فرد دیگر دکتر صادق وزیری. دکتر صادق وزیری اولین پزشک متخصص پوست که خدمت در استان سیستان و بلوچستان را از خطه کردستان برگزیدند. شخصیتی که در کنار طبابت به عنوان مشاوری امین در کنار مولوی عبدالعزیز ملازاده بودند و در سالهای متمادی
در نماز جمعه مسجد جامع عزیزی، یعنی مسجد چهارراه زاهدان، و مسجد جامع مکی در صف اول حضور داشتند. علیرغم تخصص بالای پزشکی، دیندار، مخلص، توانا، فروتن و مورد اعتماد و امین مردم بودند. مولوی عبدالعزیز در تصمیم گیری ها با نخبگان و معتمدان و تحصیل کردگان مشاوره و ارتباط خوب و صمیمی با آنان داشتند. خب این صفت رو داشت برکه دید بازی داشت. الان اینجا من در صدد انتقاد از مولوی عبدالحمید نیستم، ولی یه فرد تحصیل کرده بلوچ بود در دکتر چشم، شاید الان هم باشه در زاهدان، خبر ندارم، آقای دکتر عریش، هم تخصصش نادر بود، هم در چشم پزشکی بسیار متبحر. ایشون ماه‌ها اونجا بود، شاید بیش از 1 سال. مولوی عبدالحمید اصلا نمیشناختش. من از سفر برگشتم، پوری رفتم، وقتی شنیدم پوری رفتم سراغش. مقصود که تفاوت کجا هست؟ وقتی انسان با بهتر از خودش در هر زمینه، هر کسی بنا تخصص خودش رفت آمد کنه، میتونه از عقل همه استفاده بکنه. اگر نه بمونه دوربرش 4 تا دستبوس پابوس درست کنه، اینا به درد نمیخورن. اینا فقط در سناخانی و چاپلوسی هستند. از سوی دیگر حضور دکتر صادق وزیری در بلوچستان پیوند عمیق عاطفی بین کردستان و بلوچستان را به وجود آورده است، تا جایی که هنوز استمرار دارد. دکتر سید عبدالحمید حیرت سجادی، صاحب کتاب گله های یک معلم، عارف، زاهد، معلم و استاد دانشگاهی که در دوره تابستانی سال 1364 در حوزه دارالعلوم مکی با وجود نوجوانی در حضور درسش نشستند. اگه ایشون اون دکتر سجادی که من میشناسمش اون باشه که میگفت که، فکر کنم همونه، میگفت که وقتی مولانا عبدالعزیز حرف میزنه گویا این بلندگو مخصوص اونه، گویا که مسجد به رقص میاد. مرحوم حاجی آساخان قمرزهی از معتمدین و متنفذین از شخصیت‌های برجسته زاهدان رحمه الله، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت و مدیر حوزه علمی دارالعلوم مکی زاهدان و رئیس شورای هماهنگی حوزه علمی اهل سنت بلوچستان، نویسنده این محمد صدیق دهواری. بله، خدا بهتون خیر بده. دکتر علیش هنوز زاهدان هستم. بله، بسیار متشکرم که من از روزی که اومدم از در 25 سال هیچ ارتباطی باش ندارم، با وجودی که بسیار مرد بزرگواریه و خدا لعنت کند این رژیم را که ما را از دوستان خود، از همشهریان خود، از کوچه پس کوچه شهر و ده و روستای خود، از کشور خود محروم کرد. خداوند خامنه‌ای و دار دستش را در این دنیا قبل از آخرت محروم کند. حافظه مرورگر پر شده. آها، یعنی اگر مرورگر رو کمتر بکنم این ممکنه، چون من 6-7 تا همیشه باز میکنم. مثلا اینو کم بکنم، خب این یکی هیچی، بعضی ها رو که لازم دارم شدت. خب الان که اینطوریه، الان ببینیم چی میشه. الان من فقط مرور 1 2 3 4 5 6، الان 6 تا فقط هست، 4-5 تایی رو پاک کردم.
بسیار خوب. الان امتحان کنیم. از راهنماییتون هم خیلی متشکرم. خب بریم پایین. امیرالمؤمنین کنار خدا عکس گرفته. بفرمایید. از این دجال ها دجالتر شما دیدید؟ مگه خدا جسمه که شما که میگی که وهابی ها مجسمه هن، اون موقع امیرالمؤمنین میبری پیش خدا که خدا را جسم میکنید؟ این سخن کفره. این سخن کفره، کفر صریحه. در ایران شرک زده هرچی غلو کنید و کفر بگید اشکالی نداره، فقط راجع به خدا که رسید که توحید باشه شما وهابی هستید اعدام میکنن. این جمهوری نجس آخوندی خودش رو جمهوری اسلامی میدونه. بازم نشد آقا، ما چند تا رو پاک کردیم بازم نشد که چه خبره؟ فکر کنم چند روزی لپتاپ رو رستارت نکردم. فکر کنم از این باشه. نظر شما چیه؟ آقای پهلوان فرنام مازندرانی: استاد خامنه‌ای میگه حوزه علمی باید در خدمت نظام باشه. به خودش اشاره میکنه. بله دیگه، همه چیز تابع خودش میخواد. تا حالا 1000 سال دروغ میگفتن. البته حوزه هاشون که 1000 سال نیست، حوزه هاشون که جدیده. این حوزه سازی رو از اهل سنت یاد گرفتن. این که امام صادق حوزه داشته دروغی بیش نیست. اولا در اون موقع اصلا حوزه نبوده. ثانیا امام صادق سنی بوده، شیعه نبوده. امام جعفر صادق سنی بوده و بارها کتابشو خدمتتون نشون دادم چطوری با شیعیان مناظره میکرده. اگر در این لحظه بتونم پیداش کنم. مناظرة امام جعفر الصادق در این لحظه نمیدونم کجاست و آها الحمدلله پیدا شد. مناظره امام الحجت جعفر ابن محمد الصادق رضی الله عنه سال 80 متولد شده، سال 148 هجری فوت کرده. دست نوشته نادری که برای اولین بار منتشر میشه، تحقیق و تعلیق علی بن عبدالعزیز العلی الشبل. و نسخه‌ش هم وقفیه، تجاری چاپ نشده، وقفی چاپ شده. و در دارالوطن هم منتشرش کرده در سال 1417 در عربستان سعودی. این کتاب ببینیم خامنه‌ای چی میگه. حوزه های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند. مگه شاه چی میخواست؟ هر قدرتی میخواد هر چی در جامعه هست تابع او باشن. ولی چرا دروغ گفتی 1000 سال یا چند سال که حوزه شیعه مستقلن؟ چرا دروغ گفتید؟ چرا طعنه میزنی بر اهل سنت که حوزه هاشون تابع نظام خود میدونن؟
برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند. نظامی خودت دل بسوزان، یعنی برای خودت، برای ولایت مطلقه خودت که از ولایت ابلیس هم، از ولایت فرعونی ابلیسی فرعون هم بالاتره. البته اصل این حرف درسته. اصل این حرف یعنی چی؟ یعنی در کشوری که اسلامی باشه، واقعا اسلامی باشه، و همه سازمان ها منظمات باید در خدمتش باشن. در خدمتش یعنی چی؟ یعنی در چارچوب سیاسیش باشن وقتی که اسلامه. و هیچ نظامی هم بر ضد خودش اجازه نمیده. الان چه اسلامی باشه چه غیر اسلامی. الان اینجا دموکراسیه، خب اروپا دموکراسیه، هنوز آقا اذان بلند اجازه نمیدن با این همه میلیون ها مسلمانی که اینجا هستش. آقای هدایت شده هیئتی سلیمانی چه کرد؟ سلیمانی همون کاری رو کرد که خامنه‌ای و خمینی میخواستند ازش، یعنی سنی کشی. این سپهبد عزیز شهید کار 5 تا مهندسه کرد. این ماشینی که شما سوارش میشید اما 5 تا کار شد ماشین. این کارهایی که همه مهندسین ما رو ماشین میکنن ایشون رو کره زمین کرد. دقت کنید چی میخوام بگم. ماشینی که سوار شدیم از کجا ماشین شد؟ اول معدنش کشف شد. کشف معدن، یه تیمی دارن مهندسینی که معدن کشف کنن. یه گروه دیگه مهندس هستن میان این معدن کشف شده رو استخراج میکنن. کشف معدن، استخراج معدن. 3 بعد میان این معدن استخراجه رو ذوب میکنن، ذوب معدن. بعد میان این آهن ذوب شده رو قطع سازی میکنن. بعد میان این قطعات ساخته رو به هم متصل میکنن. سلیمانی عزیز همه کارا رو تنه کرد. 1 کشف کرد نیروهای انقلابی رو کره زمین. آقا تنهایی کرد یعنی چی؟ میلیون ها، 10 میلیون دلار از مردم تو جیب ایشون بوده، رفته دنیا خرج کرده، مزدور خریده، کشف کرده. بعد از کشف استخراج کرد. بعد از نیروهای انقلابی، نمیگه نیروهای مزدور، نمیگه نیروهای خریده شده، هشت شعبیه خریده شده، حوثی‌های خریده شده، حزب و شیطان خریده شده، مزدوران سنی که خریدند. من در لبنان وقتی داشتم درس میخوندم اینها به تک تک افراد مشهور لبنان سنی و شیعه حقوق میدادند. هر که حجاب میپوشید 500 لیره چقدر ماهانه بهش حقوق میدادند برای مزدور درست کنند. اون موقع در تهران که تعداد اهل سنت برابر با تعداد یهود و نصارا و زردشتیان و باهیان چند برابرشون می باشه، یه مسجد قانونی اجازه ندارن. اخراج اینا رو ذوب کرد، رفتار و کردار و نیات و اخلاصش همه رو جذب کرد، ذوب شدن. شهید آیت الله صدر نقل شد فرمود ذوبوا فی الامام کما هو یذوب فی الاسلام. خب انسان پرستی همینه. امام در اسلام ذوب نشده. امامتون، امام کوران و کرانتون برای در خرافات و در تشیع و در امام پرستی و در قبر پرستی و در شرک و در زلالت و در گمراهی ذوب شده. درسته؟ شما هم همتون هم همینی. اگه شما مردید بیاد تو تلویزیون با همدیگه حرف بزنید، همچین جرأتی دارید؟ تلویزیون ایران بذار با همدیگه حرف بزنید. تلویزیون ایران اطلاعات نمیذاره، دیت بیا اینجا ما میذاریمت.
شما در امام خمینی ذوب بشید، زیرا امام خمینی در اسلام ذوب شد. خب اون یه غلطی کرده، شما هم داری تکرارش میکنی. انسان در هیچ کسی نباید ذوب بشه جز در دین خدا فقط. خداوند ذوب شدن رو برای دیگران نمیخواد. خالق خداوند، مطیع مطلق خداوند باشید و بس، مطیع مطلق دیگران نباشید. هر کسی که مطیع مطلق باشی اون رو جای خدا قرار دادید. ما تابع پیغمبر هم هستیم به خاطر اینکه دستوراتش دستورات خداونده. اما امام اینجوری نیست، خمینی هندوزاده اینجوری نیست. سلیمانی اینها رو در خودش کشف کرد. یک کشف کرد، کشف نکرد، خرید، مزدور خرید با پولی که خامنه‌ای بهش داده از سرمایه ملت. اگه کشف میکرد اینطوری شما میگی مخلص میبود، خداوند ظالمتری از خودش را برش اینچونی مسلط نمیکرد. از بس که خون ریخته بود، اونقدر خون ریخته بود که خداوند به این سرنوشت گرفتارش کرد که خداوند همه شما را به این سرنوشت گرفتار کند مگر اینکه توبه کنید. استخراج کرد. دو ذوب کرد. سه قطع سازی کرد. بله، با او راهی همینه دیگه. منافقت همینه. علمای سو همین ها هستن، سر مردم کلاه میذارن. فاطمیون تو هر کشور یه تیم درست کرد. یه تیم تروریستی، قاتل، مجرم. چه فاطمیون، چه زینبیون، چه حزب شیطان، چه بقیه گروه های تروریستی که شما دارید، گروه های قاتل و مجرمی که شما درست کردید، اون فقط برای سنی کشی. جنگ زرگری را میندازید با امریکا و 42 سال جنگ زرگری با امریکا و اسرائیل انداختید، لیکن دریای خون از اهل سنت جاری کردید. خداوند شما را نفرین کند با این دروغ هاتون. بعدم اینا رو به هم متصل کرد. به سردار سلیمانی لقب مهندس هم بدن به جان نیست. منتها مهندسین ما رو آهن برمیرن، رو آدمای کره زمین برمیرن. آدمای کره زمین روح بالا بود. آره، نور بود اصلا. امام زمان بود. امام زمانش کنی بهتر نیست؟ چشم انداز بالا بود. ستكتب شهادتهم و یسألون و هم یسألون. شهادتتون نوشته میشه و از این شهادت ها سوال میشید. الان چیزی که من متوجه شدم، وقتی کلیپ های دیگران رو میذارم این مشکل پیش نمیاد. وقتی کلیپ هایی که خودم ردیف کردم میذارم این مشکل پیش میاد. برم دوباره امتحان کنم. این آخوند حراف کدیور برادرزن عطاالله مهاجرانی است. ایشون خودش زمانی که مغضوب حکومت نبود و تهران بود ظالمی به تمام معنا بود. اکنون که از حکومت بیرونش انداختن رفته امریکا و این حرفا رو میگه. همه اینها در خیانت و ظلم ملت ایران با هم فرقی ندارن و یکی هستن. ولی خواهش میکنم منم براتون نوشتم ظلمش چی بود تا با دلیل و مدرک دربارش حرف بزنیم، افشاگری کنیم، ولی حرفاشو بشنویم. آیا امروز رهبر جمهوری اسلامی از خدا تقاضای مرگ نمی کند که این همه شهید را به قبرستان فرستاده است؟ ما انقلاب نکردیم که تاج را برداریم عمامه به جایش بگذاریم. انقلاب کردیم. اگر کسی با سخن رهبری مخالفت کرد، معادل این است که با امام زمان مخالفت کرده است، با پیامبر مخالفت کرده است، با خدا. بله، یعنی وقتی که کلیپ هایی که خودم مرتب میکنم این مشکل پیش میاد. طنز امشب
بریم سراغ طنز. تقوا پیشه کنید میفهمید ثروت ارزش این نداره که شما وابستش بشید. لذا بالاترین ارزش پول کجای تو چی آقا؟ ببین این آخوندهای رافضی رو مثل کاردینال ها، مثل کشیش ها وقتی حرف میزنن درست مثل یک بازیگر حرف میزنن، شخصی که نمایشی داره اجرا میکنه، مثل یک هنرپیشه. این ظاهر از حرفاش ظاهر خودش اصلا باور نداره، داره نقش ادا میکنه. من اینجوری گفتم بالاترین ارزش پول اینه که از دست ما اورتر نرا، تو دست ما باشه. ارزش پول این نیست که بره تو دل ما. آقای خامنه‌ای و 300-400 هزار آخوند مفتخور اصلا این همه قصر درست کردن، این همه ویلا درست کردن در دنیا، این همه ثروت جمع کردن، تو دستشون، تو دلشون اصلا نیست. خدا نفرین کنه. تو دل جای پول بگی القلب حرم الله، حیف قلب من و شما پول بره توش پر کنه. پول جاش تو دسته. آقا حواستون به پول باشه ها. پول جاش تو قلب نیست ها. پول جاش کجاست ها؟ تو بانک‌های سوئیس، کانادا. آفرین. پول باید تو دست باشه. حتی روایت داریم از امام راحل که در بحث خارج و اختلاس میفرماید اذا پولون قلمبه فی ید شخص دیگر انت یتقاپون و الفراد و ارسل الا بگید. بانک‌های کانادا. بله آفرین. از روحانیت یاد بگیرید ها. از همون اول ما دنبال یه لقمه نون حلال بودیم. ما یه رفیق داشتیم که رفت دنبال تحصیلات، الان هم استاد دانشگاه است. ما هم رفتیم حوزه. حالا من پوشه دارم، اون پوشه. من اوراق مشارکت، اون اوراق امتحانی. من سکه و ارز، اون سکه و بگید قرض. من عینک آفتابی، اون عینک ته استکانی. اوصیکم به اختلاس. دکلون نفت مهیاست بیا تا بخوری، سفره ای معرکه برپاست بیا تا بخوری. ارزش پول اینه که آچار دستت باشه. هر وقت خواستی یه پیچی رو باش باز کنی با پول میشه. با پول میشه بیت القصر تو لواسون درست کرد، بیت الویلا تو متلقو درست کرد، بیت الهتل درست کرد تو دبی. همش بگید ثوابه. اصلا هم نگران لو رفتنش نباشید. خدایا به حق این روز عزیز در روز جزا با ما چنان رفتار کن که قوه قضاییه امروزه با اختلاسگرا رفتار میکنه ها. به دلت راه نده ترس گرفتار شدن، پاسبان اهل مداراست بیا تا بخوری. از قدیم گفتن هرچی درخت پربارتر افتاده تر. اینجام اینجوری، هرچی بیشتر بخوری شأنت بالاتر. تو بیت مقام عظما بگید عزیزتر. خدا آقا مجتبی چطور به این مراتب رسیدن؟ پولو نذاشتن تو قلبشون، معلوم نیست کجاشون گذاشتن که مصداق این روایت شدن که القلب و حرم الاختلاس. به همت قوه قضاییه هر کس که بخواد اختلاس رو افشا بکنه، شلوغ پلوغ بکنه، بگید چوب تو آستینش میکنه. اختلاس آخر شیرین شدن خدمت هاست، مثل یک شیش مرباست بیا تا بخوری. تو فیفا میگن 500 میلیارد اختلاس شده، شلوغش کردن. آقا این تو نظام جمهوری اسلامی آفتاب دزدیه. چیه شأن اختلاس رو چرا در حد میلیارد میارید پایین آخه؟ الان فاز تیفلیون و تیفلیارد و دیشلیون رو بگید. کاتریلیون و میلیارد و اینا که سوسول بازیه. چرا سر 500 میلیارد علم شنگه میکنن؟ ولی فقیه ندارن. مقام عظما پشت ماست. آیت الله صادق آملی لاریجانی، ایشون هم که اصلا دست به پول نمیزنه، اسوه ساده زیستیه، اصلا اهل دله. به جایی که پول بذاره تو قلبش 62 تا حساب بانکی باز کرده میذاره اونجا. بابا از خارج میان از مسئولین ما مشاوره میگیرن سر اختلاس.
اومده از من میپرسه شما چطور اختلاس میکنید؟ میگم بیا این پروژه رفاهی عمرانی رو میبینی؟ نگاه کرد گفت نه. کدوم؟ من که چیزی نمیبینم. گفتم آها قربونت، همین که چیزی نمیبینی برای ما تا حالا 40 میلیارد خرج برداشت. ها بگی. نه نمیخواد چیزی بگی، من خودم میگم. نعمت راند که آدم نگذشت از خیرش، سیب خوشبزه حواس بیا تا بخوریم. میخورند از قبل ما فک و فامیل و رفیق، ترکیدن هدف ماست بیا تا بخوریم. ترکیدن هدف ماست، بگید بیا تا بخوریم. اینه ها. دستان در نکنه. خواستم یک کم بخندید. آقای شکری سلام از این نسل غیور جامعی. خوبیش در همون ابتداشه تا من بزرگش که میکنم الان درست شد. سلام از این نسل غیور جامعی. سلام. نه اون صدای رو الکی اضافه کردن، صدای باد شکم، چون من از یک کلیپ دیگه دیدم صدای باد شکم نداشت. این کارا خوب نیست. جوان یعنی نشاط، جوان یعنی سلامتی، جوان یعنی دردی. هنو جوانانا حوصله نیست کار بکنن. کاره حوصله و بل. حوصله نیست که چلوگا در بکپن. حوصله نیست پنجره در. ماشاءالله اشون بلوچی هم بلده. پچ کنه که حداقل هوا نو که اشاره به اتاق. حوصله نندگ نیست نندگ. چی بتیشم؟ جوانه 20-25 ساله. شر وارن نسبت به گذشته. نه برای اینکه هیچ امیدی به زندگی نداره، برای که دولت همه را مایوس کرده. بره درس بخونه دکترا بگیره، چه نتیجه داره؟ اینطوری فکر میکنه جوان سنی در ایران غالبا متاسفانه اینجوری فکر میکنه و تا حدی هم حق داره. ورگی چیز مچ نه اندو سگ بازی. ورگی چیز اسباب آرامش تمام پاکیجی هستن. پرچه انرژی نی، پرچه حوصله نی. خاطر ایشی که ما و تی باتریات چه برق کشتن. نماز تولید انرژی کن. نماز به انسان انرژی دم، به انسان حوصله دم. باور کرده همه الله تعالی اصلا اقم الصلاة لذکری. جزاک الله خیرا. آقای احمد میگه که این مشکل از مرورگره. خب مرورگر رو چیکار کنم؟ من همیشه چند تا سایت رو لازم دارم، در این حال 5-6 تا. یعنی مرورگر رو کلان خاموش کنم دوباره ریستارتش کنم یا چی؟ آقا من از بندر عباس هستم. چرا ماهواره قطع شده؟ شبکه دسترسی ندارم به شبکه. از کی؟
من الان برای شما دوباره میفرستم، شاید به درتون بخوره. اسلام دین خشونت است. قضاوت با شما. زمان کلیپی دقیقه و 32 ثانیه. علیکم السلام الله. خیلی متشکرم از شما. No, vamos a leer algunos pasajes del Corán al azar. Sí, pues yo sabía que tocarías este tema. Y amigos, a ver si es tan violento. Sí, además está el bolsillo. Sí. Corán Batillas, aquí está, mira. No, por favor, por favor. Mira, dice, el que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas. Este es uno. Ah, mira, que pone aquí. بعد از برنامه dioses ajenos, le apedrearás hasta que muera. Hombre, a priori la pillar a tu propia madre me parece bastante violento. Solo lo entendería si te lava la cara con saliva delante de tus amigos y tú ya eres mayor de edad. Mira otra. Si se dice de algunas de tus ciudades, sirvamos a dioses ajenos, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, matarás sus ganados, juntarás todo su botín. ¿Botín? Sí, botín. Juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. ¿Quién ha escrito el Corán? Quentin Tarantino. Uno de Intereconomía. ¿No? ¿Sangriento, Quentin? No, está bien, es súper violento. Perdona, me he equivocado, pero si lo pone en la Biblia. Oh. بله، این تبلیغاتی که کشیش ها و شاگردانشون و اکثر فرهنگ غرب راجع به اسلام کرده و با این جوسازی مسموم سیاستاشون رو میریزن. قبر خمینی که بتخانه، برای چی؟ ملا محمد منصور رهبر طالبان، احمد شاه مسعود که قبرش هم نمیدونم بتخانه هستم یا نه، ولی اینجور قبر درست کردن حرامه، ناجایزه. اما بتخانه بودنشو نمیدونم که آیا مردم میرن اونجا مثلا دخیل میبندند یا نه. اسلام دین تقدسگرایی نیست. زمان 58 ثانیه. تقدسگرایی یعنی این ملای 5 وقت پیش نماز، این دیگه معصوم، این من عند الله است. نه، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. هیچ کس مقدس نیست. گول ریش عمامه رو نخورید، گول لباس رو نخورید، فرقی نمیکنه. ما مقدس نداریم، هر عالمی میخواد باشه، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ البیان، هر چی هست. القاب رنگ میبازه. مقصر شمایی و هم مقدس کردید، با این القاب انسانها رو بزرگ کردید. و بدترین نوع فریب این نوعه که با لباس دین انسان فریب کاری میکنه. با لباس دین خون مردم رو نه، بلکه ایمان مردم رو به باد بده. الله اکبر. از خدا بترسیم. اونهایی که هم لباس منن، اونهایی که هم سلف و هم سلک منن، حواس من شما باشه، با لباس دین تجارت نکنیم. خدا خیرشون بده، خدا اجرشون بده.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. جانا سخن از دل ما میگویی. همه مقامات دولت کرزایی و غنی اختلاسگر مادرزاد بودن. اخو میخوای از امریکا آدم پاک بیاره؟ امریکا با پاکان با صالحان میجنگه تا دزدهای خودشو مسلط کنه. همین کاری که در افغانستان کرد، همین کاری که در عراق کرد. همه استعمارگران اینجوری هستند. آقای اشکنام هدایت شده، شما چطور؟ حرف حق کارمند حکومت آخوندی. من کارمندی که صبح که میام تا ساعت 10 صبح مراسم صبحونه خوردنم طول میکشه. تو محل کارم بوی خیار و گوجه میپیچه. بعد بین ساعت 10 تا 12 اگر سیستم قطع نباشه شاید کار چند تا عرب وجور را بندازم. بعد همین یه ساعت به اذان مونده بلند میشم، آستینا رو میزنم بالا و میرم وضو میگیرم تا به مقدمات نماز اول وقت برسم. نمازی که فقط تو اداره اول وقت میخونم باشه، بیرون اداره اصلا نماز نخونم، خاطر اینکه مسئولم داره منو میبینه. و بعد میرم نمازخونه، اونجا دفن میشم، اصلا بر نمیگردم. بعد دیگه بوی غذاست که فقط تو محل کارم میپیچه. چرا؟ چون باید نهار بخورم و بعد از نهارم باز کار ارباب وجود انجام نمیدم و میتونم برم از سرویس جا نمونم و همین حقوقی که سر ماه میگیرم با کلی اضافه کاری که برای خودم رد میکنم میبرم پولشو میذارم سر سفره زن و بچم و خدا میدونه که اون بچه در آینده چی از آب در میاد. منم دزدم. قبول داشت. تظاهر به گریه کردن آخوند. بله، آخوند تظاهر نکنه که آخوند نمیشه. مثل ابر بهار جوونا امام زمان خیلی عموشو دوست دارم. اینا دجالان زمانند. حضرت موسی به اسرائیل یک سیلی زده. حضرت موسی به یک چشم زده تو گوش اسرائیل. سیلی حضرت موسی اینقدر شدید و محکم بود که چشمان طلا. حضرت اسرائیل آمد حضرت موسی را قبض روح کند. حضرت موسی ناراحت شد، یک سیلی محکم زد زیر گوش حضرت موسی. وکیل خدا را حضرت موسی چیکار کرد؟ ارسل ملک الموت الی موسی. خدا ملک الموت را به طرف موسی فرستاد. فلما جاءه سکه، وقتی آمد یک سیلی محکم زد، رفت پیش خدای عالم. و جالبم این هست که چشاشم از حدقه افتاد بیرون. حضرت اسرائیل چشاشو گرفت دستش. نه خدا بفرمایید، چشماشم آمد بیرون. خدایا اینک ارسلتنی الی عبد الله یرید الموت، من فرستادی پیش حضرت موسی که نمیخواد بمیره. یعنی بشر از ملک قوی تره، از اسرائیل هم قوی تره. رد الله علیه عینه، خدای عالم چشم حضرت اسرائیل رو شفا داد. بفرمایید. ملعون روزخان خامنه‌ای امپراتور
96 میلیاردی از خبرگزاری رویتر. آن 1392 خبرگزاری رویترز گزارش مفصلی منتشر کرد از میزان ثروتی که خامنه‌ای روش اون 92 بود آقا، بعدش 200 میلیارد در آوردند. قابیده خیلی برآشفتن که این درست نیست. خامنه‌ای علیوار زندگی میکنه، یه تخت پوست داره و نون و خرما میخوره و به شیوه امیرالمومنین علی علیه السلام و خونش محقر است و ساده. هم رسانه های جمهوری اسلامی گفتن، هم آکادمیسین های اتو کشیده رسانه های خارج از کشور که میخوان خیلی به اصطلاح علمی قضایا رو ببینن و سیاست در نگاهشون هیچ دخالتی نداره، به خصوص BBC داشته باشه و از این حرفا. میدونین دیگه چه بود گزارش تحقیقی رویترز؟ علی خامنه‌ای به امپراتور 96 میلیارد دلاری تبدیل شده و از طریق ستاد اجرایی فرمان امام بخش اعظم اقتصاد کشور رو کنترل میکنه. درآمد هیچ کدوم از شرکت‌های نفت و بیمه و معدن و بانک و ملک و هیچی این ستاد قابل دسترسی نیست بجز این که در دسترس خود رهبر معظم باشه. خب یه همچین امپراتوری مالی اگر ملک تلق خامنه‌ای نیست، ملک مطلق خامنه‌ای نیست، پس چیست؟ وقتی هیچ کس جز خامنه‌ای نمیتونه در دخل و خرجش دخالت داشته باشه، وقتی هیچ کس نمیتونه هیچ حسابرسی ازش بکنه چون متعلق به شخص خامنه‌ای است، و هر قراردادی که بسته میشه در این ستاد و هر درآمد میلیاردی که این ستاد داره همش زیر نظر خامنه‌ای خرج میشه. این اگه ثروت شخصی نیست پس چیه؟ میگیم طرف پولش از پارو بالا میره، 2 تا کارخونه داره، 10-12 هکتار زمین داره، یه برج داره تو فلانجی، یه ویلا داره، نمیدونی چه ثروتی داره. خب حالا این یارویی که ما داریم صحبت میکنیم چی داره؟ گروه بذارید من یه اشاره بکنم. گروه توسعه انرژی تدویر سهامدار 80% تا 100% انبوهی شرکت از جمله شرکت نفت پار، شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، شرکت توسعه افاری تدبیر، شرکت مهندسی ری نیرو، شرکت تولید نیروی برق و آبادان، شرکت شیمیایی مدبران شیمی و اینا همه مال یه هلدینگه، یه هلدینگ دیگه. گسترش الکترونیک مبین ایران توش ایناست. شرکت مهر اقتصاد مبین، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول، شرکت توسعه مخابراتی آریاسل، شرکت گسترش ارتباطات تالیا و هلدینگ نواندیشان کشت و صنعت تدبیر، شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر، هلدینگ دارویی برکت از شهرک صنعتی دارویی برکت گرفته تا شفا سرمد و تولید دارو و KVC که پول واردات دارو به ایران و انبوهی شرکت تولید و پخش دارویی دیگه که اغلب مصادره‌ای هستند. بعد گروه توسعه ساختمان تدبیر که خودش یه مؤسسه عظیم ساخت و سازه با کلی شرکت زیر مجموعه داخل ایران و خارج از ایران. ستاد اجرایی فرمان امام مصداق هیچ یک از شقوق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نمی باشد. یعنی چی؟ یعنی سازمان بازرسی کل کشور حق بازرسی این امپراتوری مالی رو نداره. طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/5/94 مجلس شورای اسلامی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای از پرداخت مالیات مستقیم معافند. یعنی معلم و کاسب جزء بدبخت باید مالیات بده ولی صاحب این امپراتوری مالی نباید مالیات بده. مالیات مردم هم مال اونه. ببینید سندی رو عرض کردم که امشب میخوایم ببینید که نشون میده منابع مالی قراردادهایی که تو صنعت نفت خدا خیرشون بده. افشا کردن اینها، این مجرمان، این دزدان، این خائنان، این خونریزان، افشا کردنشون جهاد در راه خداست. تایید کردنشون، رهبر خوندنشون، چه در خطبه های جمعه چه در غیر خطبه های جمعه، شراکت در ظلم و جنایت این رژیمه، چه سنی باشه چه شیعه باشه.
نظرتون در مورد اظهارات بنده در مورد امارات و انتقام و انتقادم از شیخ عبدالفتاح منهج جدید شبکه کلمه چیست؟ اگر نصیحتی دارید در صوت بفرستید. من از شما چیزی ندیدم. شما یه پیام گذاشتید که هنوز نرسیده اصلا، میگه در انتظاره، هنوز دستم نرسیده. بعد این چیزا مهم نیست خیلی. اون چی که بنده لازم میدونستم انتقاد سالم کردم به نظر خودم. آقای محمد فارس، هیچ یک از علمای جهان اسلام از مرادیان شورش و نفرت پراکنی بر حاکم نبودند. درسته؟ فکر کنم شیخ الاسلام ابن قیم باشه این شورش ها رو بررسی کرده. از روزی که بر علیه عثمان شورش کردن رضی الله عنه تا زمان خودش همه اینا رو بررسی کرده. هیچ کدومش خیلی درش نبوده و شرش 100 برابر بیشتر بوده. حضرت عثمان باب فتنه ای بود که بعد از اون این باب شکسته شد. في أحد من علماء المسلمين، لا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الزهري ولا زرعة ولا البويطي ولا إسحاق ولا الطبري ولا علماء الإسلام، ولا ابن تيمية ولا ابن كثير ولا الذهبي ولا ابن حجر ولا أحد من المسلمين قام وقال أعلن الخروج على الحاكم أو البراءة منه أو إعلان. كل هذا شغل أحزاب، ناس تبي توصل للحكم، تبي تحكم. لمتى الصباح يحكموننا؟ لمتى آل سعود يحكموننا؟ لمتى الخليفة يحكموننا؟ ما كان هناك يقولون لمتى بني أمية يحكموننا ولا إلى متى بني العباس يحكموننا. ما كان عندهم هذا الأمر. الآن صار كلام الأحزاب. نه حتی بنی عباسی که بر علیه بنی امیه شوریدن، کو جور بنی مروان از عدل بنی عباس، ظلم بنی مروان از عدل بنی عباس بهتر بود. یعنی خیلی بهتر شدند از اونا، خیلی قابل مقایسه نیستن. بنی امیه این همه اسلام در دنیا منتشر کردن، از چین تا فرانسه رسوندن، تا امروز که امروزه از دست رافضیان و اربابانشون فحش میخورن. التي تجعل هذه مطية للوصول إلى أغراضهم. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي أهلينا وفي أمن بلادنا، هذه البلاد وكل بلاد الإسلام. وأنتم ترون اليوم أمامكم من هذه الثورات التي خرجت ماذا خلفت. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم از کرامات امامزاده ها. گویند مردی در امامزاده‌ای اختیار ادرارش را از کف بداد و در صحن امامزاده ادرار کرد. مردم خشمگین شدند و به سمت او هجوم بردند و خواستند که او را بکشند. مرد که هوش و فراستی بسیار داشت گفت ای مردم، من قادر به ادرار کردن نبودم، این امامزاده مرا شفا داد. که ناگهان به یک باره مردم ادرار او را به عنوان تبرک به سر و صورت خود مالیدند. به زاهد گفتم این زهد و ریا تا کی بود باقی؟ بگفتا تا به دنیا مردم نادان شود پیدا. این قصه به روایت علی اکبر ده خدا بود، روحش شاد. آقای دکتر، این بنده گناهکار همیشه برای شما دعا میکنم.
خیلی متشکرم، به دعاهاتون بسیار بسیار نیازمندم و بنده از شما خیلی بیشتر گناهکارم. از خدا میخوام به علم و تقوا ایمان شما برکت داد در رحمان خدا. بنده یک شیعه هدایت شده هستم، بسیار به جناب عالی و برنامه‌تون علاقه‌مندم. حرفاتون چنان حق است که آدم فراموش نمی‌کنه. لطف دارید فقط یه اسم مستعار بدید و داستان هدایتتون هم اگه لطف کنید بنویسید، خیلی متشکرم. بسیار از دوستان میگن که حافظه مرورگر پر شده. خب من بعد از برنامه سعی میکنم که رستارتش بکنم، شاید مشکل حل بشه. گوگل کروم اون رو ببندید و ببندمش که هرچی من دارم اینجا سایت هایی که دارم رو گوگل کرومه، دوباره اینا رو لازم دارم. از راهنماییتون خیلی متشکرم. خب دوستان، از خداوند میخوام که به وقتتون برکت بده و به دعای خیر شما بسیار نیازمندم و براتون دعا میکنم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.